زنان وادی وخش میکوشند سهم خود را در بودجه عائله زیاد کنند و دستنیگر نباشند. دفتر محاسباتی بازارگل بیانگر فعالیت با ثمر موسمی امسال است که دل او را به نوع تجارتش گرم کرده است. 1000 دانه بلغاری و 1000 دانه پامیدور بابکت بلغاری در مثال زمین چه خودمون شنوندیم 2000 اورو 3 دانش 1 سومون و 2 دانش 1 سومونی ما فروختیم. همگی پولش رو گرفتیم 5100 سومون از پامیدور گرفتیم 3600 از بلغاری. بازارگل 5 سال پیش خانشین بود. برای روزگذرانی شوهر و فرزندان مهاجرش پول میفرستادند، اما با سخت شدن شرایط کار و بحران در روسیه انتقال مبلغ روز به روز کمتر میشد. 6 تا فرزند دارم که قریب که 4 تا فرزند من دانشگاه برای آنها مثال که مبلغ در کار است. انا حاضر که از ما هم اینه که ما 3-4 سال باز که در زمین زنها کار میکنیم با کلهایم با فرزندهایم، این هم یک یاری به عائله من میشود که مثال که زیست زندگی من بهتر شده ایستاده است. 1.5 سال باز در 8 ناحیه ولایت ختلان آژانس رشد بین المللی آمریکا به زنان صاحبکار ختلانی کمک میکند. یکی از هدفهای برنامه این است که موقع کمرنگ زن در جامعه تغییر یابد. شماره زنانی که در خانه نشستند بچه که نباشد با صاحبکاری مشغول شوند و زندگی خود را بهتر کنند و اینچنین یکی از مقصد لایحه ما این پس نمودن سطح کمبزادی بین زنان ولایت ختلان می باشد. بعد ختم دوره‌های آموزشی زنها صاحب سرتیفیکات می شوند و از سازمان‌های مالی با کفالت دونور قرضی با امتیاز می گیرند. این منطقه ساحه کشاورزی می باشد و بیشتر زنان فیصد زیادی زنان در همین خوجگی قشلاقی فعالیت می کنند. سه حاصل گرفته میشه. در اینجا من اول کارتوشکا کردم، بعد کارتوشکا پامادر کرده بودم. این حاصل سیم شلغم و ترب لبلبوی سرخ کردگیم که گرفته می شود. وخشک وادی حاصلخیز تاجیکستان است. مردمش 10 سالها باز به کشاورزی مشغولند. زراعت پروری و باغداری در زمان شوروی اینجا رشد کرد، اما بعد از آن خوجگی قشلاق نیز به بحران گرفتار شد. ما مثال این باغ کلان داریم. در این باغ ما قریب که میوه های او را نمیفروختیم. زردالو هم خیلی میپوسیدن میرفتن. ما مثال که نمیفهمیدیم که برده بازار ده فروختن در کاره. در بخش نابرابری زن و مرد واضح دیده می شود، چون عنعنه و عرف عادت های پیشین باقی ماندند. برای اصلاح وضع همینجا را برای اجرای طرح انتخاب کردند. این زنک بر رحمت که انا امسال نیت داریم همین تیار کرده نخالش پرورش کرده ما خیلی حاصل گرفته فایده دیدنیم. مؤلفان لایحه برینند که مقام پستی زن در وادی از شرکت نداشتن در تشکیل بودجه عائله سرچشمه میگیرد. گلبهار نارمتوی 52 ساله 3 گرمخانه دارد و در آنها پمیدور، قلمفوری بلغاری پرورش میکند. درآمدش تا 50,000 سومانی رسیده است. حالا کار دهنده شوهر است. مثلا اگر پیشتر کوچت‌هایی که به طور عنعنوی استحصال می‌شدند 100 دانه‌اش رو با 5 سومانی فروشد، حالا طلبات با این نمودی کوچه زیاد شده است تو حتی یک دانه این کوچه را از 50 درهم تا 1 سومانی به فروش برآورده ایستادند. بر طبق این برنامه دوام 3 سال زیاده از 5000 زن باید با کار تامین شوند. برای اجرای آن آژانس رشد بین المللی آمریکا 1.5 میلیون دلار جدا کرده است. تا حال به 200 زن صاحب کار برای تجارت و بالا بردن مقامشان در عائله و جامعه کمک کردند. برای فرزندانم 2 خانه سر کردم. این هم از همین درآمدی باغ و زراعت پالیزی می باشد. پولی مکتب دانشگاه فرزندانم هم همین از پولی باغ و زراعت پالیزی امسال من دادم علاقه.